شهزاده بطیرو سردار بخش کار با جامعه ریاست کمیته حالتهای ساخت‌زده و مدافع رزنی در ولایت سوخت. در اساس معلوماتنامه اگنسی آب و هواشناسی کشور و بحث تلفنی بوده سنه 14 ماه در شهر و ناحیه‌های کوهی وادی‌ها احتمالیت یک باره نااستوار گردیدن آب و هوا در نظر بوده. در بیشتر ناحیه‌ها باریدن بارشات باران‌های با شدت خصوصیت سیل داشته و معایی رعد و برق و احتمالیت بارشات ژاوه در نظر است. در ناحیه‌های عواهده کوهی وزش شمال با شدتناکی از 16 تا 18 متر ثانیه بوده. پخش‌های حرارت هوا در وادی‌ها 6-8 درجه در نظر است. روز 14 ماه از حساب بارشات باران در دریاهای ولایت و بخش‌های سطح آب پیشگویی شده. در ناحیه‌های کوهی خوف آمدن سیل در نظر است. در همین استدلال ریاست بار دیگر به مهمانان و ساکنان ولایت مراجعت نموده احترامانه خواهش می‌نماید که در روزهای پیشگویی شونده هوشیار و زیرک باشند. از سفر نمودن توسط راه‌های خطرناک خودداری نماید. از قبیل چراندن چاروا، جمع نمودن حیوانات، گیاهای شفابخش، سیر و گشت در کوه‌ها و دامنه‌کوه‌ها خودداری نماید. کودکان فرزندان نابالغ خود را نظارت کنند. قاعده‌های بی‌خطری را در خانه رعایت نمایند. تجهیزات‌های طبی و برقی را زیر نظارت قرار دهند. تلفن برای ارتباط 834 22 5 15 55 93 880 28 57.